خیلی از ماها یاد گرفتیم برای اینکه کارمون رو پیش ببریم باید آدما رو دور بزنیم. در صورتی که این کار یکی از همون کارهاییه که برخلاف قوانین عالم معناست و وقتی که این کار رو انجام میدیم بذر یه علف هرز رو تو وجودمون کاشتیم بدون اینکه خبردار بشیم. پس من اگه پایبند به قوانین عالم معنا نباشم یواش یواش قدرت تشخیص حق و حقیقت رو از دست میدم. حکایت من میشه حکایت همون آدمی که مشکل تاری دید داره و دنیا رو اونطوری که هست نمیبینه. در کانال زینوما یک سفر رو آغاز میکنیم. سفری که در اون یه زندگی نو که بن و پایش با محبت و آگاهی پیریزی شده رو تجربه میکنیم. به نام او که لطفش دائم و مهربانیش بی انتهاست. سلام. امروز میخوایم راجع به جهان خیالی خورده با هم صحبت کنیم. فکر کنید که ما میخوایم یه سفر تفریحی به عمق 30-40 متری یه اقیانوسی داشته باشیم. آیا ما میتونیم همینطوری این کار رو انجام بدیم یا اینکه نه باید یک سری ابزار و وسایل خاصی در اختیار داشته باشیم تا بتونیم این سفر رو انجام بدیم؟ حداقل چیزی که لازم داریم لباس غواصی و کپسول هوا هستش. یا اینکه فکر کنید مثلا میخوایم بریم فضا. آیا همینطوری میتونیم بریم فضا یا اونجا هم یک سری ابزار و وسایل مخصوص به خودشو داره؟ یعنی یک لباس فضانوردی داشته باشیم که بتونه اون اکسیژن مورد نیاز ما رو تامین کنه، تازه ما رو هم در برابر فشار و دمای خلا حفظمون کنه. پس میبینیم که ما اگر تو هر محیطی بخوایم بریم باید یک سری ابزار و وسایلی که با اون محیط انطباق داره رو چیکار کنیم؟ انتخاب کنیم تا بتونیم حفظ باشیم. روح ما هم وقتی که میخواد به این جهان بیاد و ما میخوایم متولد بشیم، چون روح غیر مادی هستش احتیاج به یک قالب مادی داره، احتیاج به یک لباس کاری داره. میاد لباس تن رو میپوشه و وارد این جهان میشه و هر وقتم که کارش تموم شد و خواستش که از این دنیا سفر کنه و به عالم دیگه‌ای بره، از لباس تنش چی میشه؟ خارج میشه. پس ما در هر محیطی که قرار میگیریم ابزار و وسایل اون محیط رو احتیاج داریم. حالا تو این جهان مادی ما مجهز شدیم به حواس پنجگانمون، حس بینایی و شنوایی و چشایی و بویایی و لامسه. یعنی این که من اگر که بخوام این جهان مادی رو ادراک کنم، بفهممش، ارتباط باش برقرار کنم، باید از این حواسم چیکار کنم؟ کمک بگیرم. حالا این حواس من یک محدوده‌ای داره، اینطوری نیستش که بی نهایت باشه، یک حد و اندازه‌ای داره. یعنی چی؟ یعنی که مثلا حس بینایی من از امواج الکترومغناطیس فقط طیف مرئی رو میبینه و امواج دیگه‌ای مثلا مادون قرمز، ماورای بنفش و اینا رو قادر به تشخیص و دیدنشون نیست و مغزمون هم نمیتونه پردازشش بکنه. آیا صرف این که ما نمیتونیم امواج دیگر رو ببینیم بگیم که نه فقط تو این جهان نور مرئی وجود داره؟ نمیتونیم این رو بگیم. این حواس من تا اینجا فقط کارشون رو میتونن انجام بدن و بیشتر از اون قدرت رو ندارن و از حیطه این حس بینایی من خارجه که بتونه اونا رو تشخیص بده. حالا حساب کنید اگر که چشم من و پردازش مغز من طوری بود که میتونست اجسام خیلی خیلی ریز رو ببینه، یعنی مثلا میتونست الکترون ها یا حتی اتم ها و مولکول های اجسام رو ببینه، اون وقت این جهان چجوری بود؟ این جهان میشد مجموعه ای از بی نهایت اتم و مولکول که همینطور در حال حرکت بودن. اون وقت ما دیگه جهان رو این شکلی نمیدیدیم. دیگه مرزی بین کتاب و دفتر و کوه و دشت و دریا و اینا نمیتونستیم قائل بشیم. یک شبکه در هم تنیده‌ای از اتم ها و مولکول ها رو میدیدیم. پس با توجه به اینکه حس بینایی من و پردازش مغز من این قابلیت رو داره، من دارم جهان رو این شکلی میبینم ولی اصلا جهان این شکلی نیستش. گوش ما همینطور، یعنی ما صداهایی رو میشنویم که تو یک گستره خاصی هن. اگر از اون گستره پایین تر باشه ما اصلا صدا رو نمیشنویم، اگر هم بیشتر باشه گوشم آسیب میبینه.
حالا اگر من توی یه محیطی باشم که یک صداهایی رو بشنوم، میتونم مدعی بشم بگم هیچ صدای دیگه ای نیست؟ نه، نمیتونم، چون ممکنه صداهای خیلی آرومتری باشه که گوش من قادر به تشخیص اونها نیستش. پس من در هر محیطی که هستم با توجه به اون حواس و ابزاری که در اختیار دارم میتونم اون محیط رو ادراک کنم، بشناسمش. حالا یه بچه رو در نظر بگیرید متولد میشه. این بچه وقتی متولد میشه فکر کنید که چشمش ضعیفه و همه چیز رو تار میبینه. این بچه همینطور بزرگ میشه و فکر کنید که هیچ کسی بهش نمیگه که تو چشمت ضعیفه و اون هیچ درک دیگه‌ای از دیدن نداره. فکر میکنه که جهان همون طوریه که این داره میبینه. آیا جهان همون طوریه که اون داره میبینه؟ یا اینکه اشکالی که اون داره باعث میشه جهان رو اونطوری ببینه و راجبش صحبت کنه؟ پس خیلی موقعها ما در حواسمون یک سری اشکالات داریم و احساس میکنیم که، یعنی متوجه نمیشیم که این ما هستیم که اشکال داریم، نه اینکه جهان به این صورت هستش. الان مثلا مامانا انقدر آشپزی کردن و سریع کار انجام دادن، خیلی موقع اجسام داغو، قابلمه داغ، خیلی چیزای داغو میگیرن سریع جابجا میکنن. شاید یه آدم عادی اون ظرفو بگیره دستش بسوزه و بگه چقدر داغه، تو چطوری تونستی اینو، چجوری اینو جابجا میکنی؟ به خاطر اینکه به مرور زمان نوک انگشتا اون حساسیت خودشون رو نسبت به یک دمای خاصی از دست میدن. در حقیقت این انگشتان نسبت به یک دمای خاصی دیگه اون ادراکشون رو از دست میدن، اون حساسیت خودشون رو از دست میدن. پس اگر ما دچار اشکال در حواسمون باشیم، نمیتونیم اون جوری که باید با جهان و کلاً با هر پدیده مادی چیکار کنیم؟ ارتباط برقرار کنیم. مطلب بعدی این که ببینید هر محیطی یک سری قوانین مخصوص به خودش رو داره. مثلا همین جهان مادی یک سری قوانین مخصوص به خودش رو داره. اگر من پایبند باشم به اون قوانین که میتونم در اون جهان زندگی کنم و از سلامتم برخوردار باشم. اما اگر به قوانینش من پایبند نباشم، من کلی آسیب میبینم، دچار خیلی از ناراحتی ها میشم. مثلا تو حوزه سلامتی، من اگر پرخوری کنم دچار اضافه وزن میشم. اگر در خوردن چربی افراط کنم چربی خون میگیرم، یا خوردن قند زیاد دیابت و فشار خون و خیلی چیزای دیگه. پس من برای اینکه سالم بمونم و بتونم از بدنم بهترین استفاده رو کنم، باید پایبند به قوانین این جهان باشم. یا اینکه مثلا مدت‌های طولانی من نباید گردنم روی صفحه کاغذ یا خوندن کتاب باشه، مهره‌های گردنم آسیب میبینه، یا نشستن‌های طولانی باعث میشه که به دیسک کمر آسیب وارد بشه. پس من باید همه اینها رو رعایت کنم. اگر که من قوانین را رعایت نکنم دچار بیماری میشم. پس 3 نکته رو اینجا ما متوجه شدیم. اول اینکه من در هر محیطی قرار بگیرم، با توجه به اون امکاناتی که در اختیارم هست اون محیط رو میتونم بفهممش، ادراکش کنم، باهاش ارتباط برقرار کنم. دوم اینکه اگر حواس من دچار اشکال بشه، من از درک اون محیط عاجزم دیگه، من درست اون محیط رو نمیفهمم. خیلی موقع ها ما حواسمون نیست و فکر میکنیم محیط اشکال داره، در صورتی که اشکال از ما هستش. و سومین نکته این که هر محیطی قوانین مخصوص به خودش رو داره و من برای اینکه بتونم با اون محیط سازگار باشم و بهترین استفاده رو داشته باشم و بهترین فهم و ادراک رو داشته باشم، باید چیکار کنم؟ به اون قوانین پایبند باشم. خب حالا یه سری چیزهایی هست که دیگه با حواس من قابل اندازه‌گیری نیست، قابل ادراک نیست، مثل روح، مثل عشق، مثل محبت، مثل عقل، مثل خیلی چیزایی که میدونید. اینها در عالم معنا هستند.
عالم معنا هم برای خودش یک سری قوانین مخصوص به خودشو داره. تا حالا شده حتما با دوست و آشناها یه سفری رفته باشین، یه پیکنیکی رفته باشین، جایی رفته باشین کنار دریا، یا مثلا به جنگل رفته باشید، میبینید که یه عده‌ای میگن وای عجب جای قشنگیه، چقدر حال آدم خوبه، وای چه هوایی داره، کاش که غذامون رو اینجا بخوریم. اما همون موقع یه سری کسای دیگه میگن ای بابا چه حوصله‌ای دارین، چه خبره اینجا، حالا مگه چیه، زودتر برگردیم بریم خونه. یه سریا هم فرقی براشون نمیکنه چه بمونن چه برگردن. خب این محیط که یه محیطه، اما چرا انقدر نظرها با هم متفاوته؟ به خاطر اینکه آدم‌ها در حال و احساسشون با هم متفاوتن. وقتی حال و احساس آدم‌ها متفاوته، درکشون از محیط، شرایط، آدم‌ها کاملا با هم متفاوته. ممکنه که یه آدمی و من بگم خیلی آدم خوبیه، شما بگین که این آدم اصلا غیر قابل تحمله. این آدم که یه آدمه، چطور ممکنه که یه همچین چیزی باشه؟ به خاطر اینکه ما با توجه به خصوصیات و خلق و خو و صفات و افکار و اعتقادات و باورهایی که در خودمون داریم اونو متر و معیار میکنیم و میسنجیمش. در حقیقت ما داریم خودمون رو قضاوت میکنیم. ما داریم اون چیزهایی که در درون خودمونه در اون شخص میبینیم. این جهان معنا، این عالم معنا هم قوانین مخصوص به خودشو داره. اگر من پایبند به قوانین عالم معنا نباشم، احساسات و احوالم دچار آسیب میشه. یعنی مثل همون موقع که اگر چشم ضعیف باشه، همه چیزو تار ببینم، نمیتونم درک درستی داشته باشم. اینجا هم همینطوره. اگر من طبق قوانین عالم معنا رفتار نکنم، دیگه تمام برداشت های معنوی که از همه چیز دارم، از خدا، از جهان، از آدم ها، از هر چیزی که فکرشو بکنید، دچار اشکال میشه بدون اینکه خودم خبر داشته باشم و فکر میکنم نه همینطوریه، خدا اینطوریه، جهان اینطوریه، این آدم اینطوریه و روز به روز در تعارض بیشتری با همه چیزایی که اطرافم قرار میگیره مواجه میشم و قرار میگیرم. اما هر چقدر که من به قوانین عالم معنا پایبندتر باشم و اونها رو رعایت کنم، پس روح و روانم حال بهتری خواهد داشت و روز به روز من رشد میکنم و باعث میشه که یک حقایقی برای من چی بشه؟ پیدا بشه. همونطوری که میبینید در طول تاریخ علم داره پیشرفت میکنه. ما هر روز یک سوال داریم و بعدش جوابش رو پیدا میکنیم و بعد دوباره یک سوال جدیدی پیدا میشه و همینطور میبینیم که بشر روز به روز هی داره علمش پیشرفت میکنه. آیا ما میتونیم بگیم که علم اینجا تموم شد، دیگه ما به همه چی دست پیدا کردیم؟ نه، میبینیم که علم کاملا بی نهایت هستش. عالم معنا و رشد و حقایق هم همینطورن. هر چقدر که من این قوانین رو بیشتر رعایت کنم و حواسم به اونها باشه، رشدم بیشتر میشه و دسترسی به یک حقایق یا پیدا میکنم که همون حقایق و رعایت اونها باعث میشه که یک حقایق جدیدتر یا بهشون برسم. حالا چه اتفاقی میفته؟ هر چقدر که من رشد میکنم، میبینم که آرامش من بیشتره. میبینم که من جهان رو دارم یه جور دیگه میبینم. میبینم که شناخت من از خدا جور دیگه، از آدم ها چیز دیگه میشه. اونقدر من دیگه در خودم با تعارض مواجه نیستم. انقدر به زمین و زمان دیگه بد نمیگم. انقدر با این و اون مشکل پیدا نمی کنم. چرا؟ چون من دارم منطبق با حقیقت و حق جلو میرم. پس میبینیم که عالم معنا چه نقش اساسی حتی تو زندگی توی این جهان مادی داره و اون افکار و خیالات منه که دارم جهان رو راجبش قضاوت میکنم. پس باید خیلی حواسم باشه که ببینم آیا احساسات، افکارم، صفاتم، خصوصیاتم منطبق و متعادل هست نسبت به اون قوانین معنا، با اون شاغول و متر و معیار معنا. اگر هست که من درک درستی دارم، اگر غیر از این باشه اینا همش خیاله، همه توهمات منه.
فکر میکنم که چند بار شاید لازم باشه که این حرفایی که گفته شد رو بشنوید و سعی کنید که باهاش ارتباط برقرار کنید، به خاطر اینکه همه اینها حکم یک کلیدهایی دارن که درهای بسته رو به روی ما باز میکنن. ما خیلی سوالهایی داریم که برامون بی جوابه. چرا دنیا اینطوریه؟ چرا خدا داره این کارو میکنه؟ چرا ما؟ چرا من؟ چرا اینطوری شد؟ اگر فکر میکنید بین دوستان و آشنایانتون هستن کسانی که این مطالب به دردشون میخوره، ما رو به اونها معرفی کنید. اگرم تمایل داشتید زنگوله رو فعال کنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی اومد خبردار بشین.